دیدین وقتی میخوایم جایی بریم ممکنه بچه گریه کنه و دلش بخواد با ما بیاد و دوست نداشته باشه که ما تنهاش بذاریم. اینجور موارد اطرافیان میگن وقتی بچه حواسش نیست تو یواشکی برو و بچه نمیفهمه و بهترین حالت این حالته. اما اشتباهه. اگه ما یواشکی بریم و برای بچه توضیح ندیم به مرور زمان باعث میشه دلبستگی ایمنش ناایمن بشه. میشه فکر کنه که ممکنه ما رو از دست بده و وقتی سنش میره بالاتر اضطراب شدیدی رو تجربه میکنه که تا اون زمان تجربه نکرده و هر لحظه نگران اینه که مادر یهو غیبش نزنه. حالا راه حلش چیه؟ اگه ما یهویی غیبمون بزنه یواشکی بریم و به بچه نگیم که مامان داره میره آرایشگاه، مامان داره میره بیرون، ممکن اون اوایلش عکس العملی نشون نده، بعد از اینکه برگشتیم تازه متوجه بشه ما نبودیم، یا حالا وسط اینکه داره بازی انجام میده یهو متوجه نبوده ما میشه و دیگران سرگرمش میکنن. اما چون ما ازش خداحافظی نکردیم به مرور زمان این اضطراب توش ریشه میدونه، کم کم ترس از دست دادن ما رو پیدا میکنه، ترس اینکه یهو ممکنه مامانم نباشه، ممکنه تو خونه باشیم یهو بیاد به ما بچسبه. کم کم دیگه مهد نمیره، پیش دبستانی نمیره، هر جایی که میخواد بمونه نگران اینه نکنه مامان بره. اضطراب ریشه داریه که باعث میشه اون دلبستگی ایمنی که هدف ماست با بچه هامون حتما شکل بگیره ناایمن بشه و برای ایمن سازیش باید سالها تلاش کرد. بهترین کار اینه قبل از اینکه جایی بریم برای بچه‌مون توضیح بدیم که مامان میخوام برم آرایشگاه، میدونم که تو دوست داری با من بیای، میدونم که تو دوست داری همراه من باشی، ما تو بابا برو پارک یا برو مهد کودک یا برو خونه مادر بزرگت، هر کدوم که دوست داری، خیلی بهت خوش میگذره تا مامان برم و سری بیام. ممکنه اون لحظه بچه گریه کنه و لج بگیره، کاملا طبیعیه. اما به مرور زمان وقتی 2 ماه 3 ماه 4 ماه این کار رو تکرار میکنی بچه متوجه میشه مادر چیزی که گفته راسته، مادر میره کارش رو انجام میده و برمیگرده، متوجه میشه هر رفتی یه برگشتی داره و مادرش داره بهش حقیقت رو میگه. دلبستگی بچه ایمن شکل میگیره و اون اضطراب شدیدی رو که ممکنه چند سال دیگه دوچارش بشه هرگز دوچارش نمیشه. براشون توضیح بدیم و یه جایگزین مناسبی با یکی از دایره امنش براش داشته باشیم، مثل پدر بزرگ مادر بزرگ، که با اونا سرگرم باشه و نبود ما کمتر اذیتش بکنه. این نکته یکی از نکات مهم ایجاد دلبستگی ایمن بود که توی کارگاه دلبستگی ایمن کامل راجبش توضیح داده شده. نکات بسیار زیاد دیگه‌ای وجود دارن توی تعامل ما با بچه‌مون که باعث ایمن سازی این دلبستگی میشه و وقتی دلبستگی ایمن بشه 7 سال اول هر چیزی که ما بکاریم سالهای بعد برداشت میکنیم. اگه بچه‌ای دلبستگی ایمن شکل بگیره تو سالهای اول، توی دوره نوجوانی حرف شنوی بهتری داره، به مسیری میره که ما ازش آگاهیم و رابطه ما باهاش رابطه بسیار خوبیه. ما توی جریان روند رشد نوجوانیش قرار میگیریم. بهترین کار اینه تو سالهای اولیه تولد بچه‌مون دلبستگی رو ایمن کنیم. حدود 5 ساعت توی کارگاه دلبستگی ایمن کامل راجبش توضیح داده شده که اگه دلتون میخواد با تخفیف عضو این کارگاه بشید کلمه دلبستگی ایمن رو برامون بفرستید.